خب فرض کنیم ویدیوتون رو تدوین کردین، کات‌ها سر جاشه، ریتم هم بد نیست، ولی یه حسی بهتون میگه هنوز یکم خشکه، انگار اون جون لازم رو نداره. توی این ویدیو قراره دقیقاً در مورد همین صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چطور با چند تا ترفند ساده میشه این حس خشکی رو از بین برد و به یه ویدیوی حرفه‌ای و جذاب رسید. این مشکل خیلی هامونه، نه؟ محتوای ویدیو عالیه، اطلاعاتش درسته، ولی انگار یه چیزی کمه. پویا نیست، نمیتونه بیننده رو تا آخر میخکوب کنه. دقیقاً همون حسی که میگید یه چیزی کمه، امروز میخوایم بفهمیم اون یه چیزه چیه. ببینید هدف ما اینه که از این ستون سمت راستی، یعنی یه تدوین اولیه که فقط آموزنده است و حس خشکی داره، بپریم به ستون سمت چپی، یعنی برسیم به یه تدوین پولیش شده که نه تنها آموزنده است بلکه جذاب، پویاست و حس کاملا حرفه‌ای میده. میخوایم این شکاف رو با هم پر کنیم. خب چطور میتونیم این پرش رو انجام بدیم و از خشک به پویا برسیم؟ یک قانون اصلی وجود داره که باید تو ذهنمون حک کنیم. توی دنیای ویدیوهای آنلاین تسلیر ثابت یعنی مرگ توجه مخاطب. مشکل دقیقاً همینه. اگه صفحه نمایش برای چند ثانیه ثابت بمونه، ذهن بیننده شروع میکنه به پرسه زدن، میره سراغ یه چیز دیگه. پس وظیفه ما به عنوان تدوینگر چیه؟ اینه که نذاریم این اتفاق بیفته. باید با تغییرات بصری کوچیک، ظریف ولی دائمی، چشم بیننده رو همیشه درگیر نگه داریم. بسیار خوب، بریم سراغ اولین و شاید یکی از قوی‌ترین ابزارامون برای رسیدن به این هدف، متن. البته منظورم فقط یه برچسب ساده یا یه زیرنویس معمولی نیست. متن میتونه یه ابزار فوق‌العاده قوی برای تأکید کردن، واضح کردن پیام و از همه مهمتر نگه داشتن توجه مخاطب باشه. ما اینجا روی 2 تا کاربرد کلیدی متن تمرکز می‌کنیم که واقعاً میتونن ویدیوی شما رو زیر و رو کنن. یکی متن تأکیدی و اون یکی زیرنویس‌های مدرن. حالا بریم ببینیم هر کدوم چی هستن. متن تأکیدی یعنی چی؟ یعنی استفاده از کلمات یا عبارتهای خیلی کوتاه که یهو روی صفحه ظاهر میشن تا روی یه نکته مهم توی حرف شما تأکید کنن. مثلا فرض کنید دارید میگید این 3 تا قانون واقعاً حیاتی هستن. همزمان که شما کلمه حیاتی رو میگید، همین کلمه بزرگ روی صفحه ظاهر و غیب میشه. این کار باعث میشه کلمات کلیدی شما توی ذهن بیننده حک بشه. خب چطور این متن‌های تأکیدی رو بسازیم؟ خیلی ساده است. چند تا نکته سریع. اول اینکه از یه فونت بولد و ضخیم استفاده کنید. دوم، رنگی رو انتخاب کنید که با پس‌زمینه کنتراست بالایی داشته باشه. مثلا زرد یا سفید خیلی خوب جواب میده. سوم، یه حاشیه یا سایه مشکی دورش بندازید که خواناییش 100% بشه. و مهمتر از همه، فقط روی کلمات کلیدی تمرکز کنید، نه کل جمله. حالا بریم سراغ یه ترند خیلی داغ، زیرنویس‌های پویا که کلمه به کلمه ظاهر میشن. حتما توی ویدیوهای کوتاه مثلا از کسایی مثل الکس هرمزی این سبک رو دیدید. این زیرنویس‌های بزرگ نه فقط به فهمیدن مطلب کمک میکنن، بلکه خودشون یه عنصر بصری جذابن و به ویدیو ریتم میدن. و بهترین قسمتش چیه؟ الان ابزارهایی مثل کپکت این کار رو تقریبا به صورت اتوماتیک براتون انجام میدن. خب مبحث بعدی ترانزیشن ها واقعا مثل یه شمشیر دولبه هستن. اگه درست ازشون استفاده کنید عالیه، ولی اگه اشتباه کنید ویدیوی شما رو در عرض 1 ثانیه تبدیل به یه کار آماتوری میکنن. این یه هشدار خیلی جدیه. ترانزیشن های بعد ویدیوی شما رو شبیه پروژه های پاورپوینت دوران مدرسه میکنن. خواهش میکنم از اون افکت های ستاره‌ای که میچرخن یا افکت آتیش یا ورق خوردن صفحه و این چیزا دوری کنید. اینها رسما دارن فریاد میزنن من آماتورم. تفاوت رو ببینید. در ستون اشتباه آماتور چیزایی مثل وایپ ستاره‌ای و چرخش مکعب رو داریم. اما در ستون انتخاب حرفه‌ای چی؟ ساده ترین گزینه‌ها، کات خشک، یعنی اصلا هیچ ترانزیشنی، یا یه زوم ساده. می‌بینید؟ کلید کار سادگیه. پس جعبه ابزار حرفه‌ای شما برای ترانزیشن ها خیلی کوچیک و ساده است. یادتون باشه بهترین ترانزیشن خیلی وقتا اصلا ترانزیشن نداشتنه. یک کات خشک و تمیز. برای ایجاد انرژی و پویایی از زوم این و زوم اوت استفاده کنید. اگه میخواید گذر زمان یا تغییر مکان رو نشون بدید، یه دیزالو کوتاه خوبه. و برای حرکت بین 2 تا موضوع ویپ پن عالیه. همین، چیز دیگه ای لازم ندارید. خب از ترانزیشن ها که بگذریم میرسیم به یه بحث فوق العاده مهم دیگه.
چطور به تصاویر ثابت مثل عکس‌ها یا اسکرین شات‌ها جون بدیم؟ چطور کاری کنیم که حرکت کنن؟ این جمله رو باید با طلا نوشت. یک تصویر ثابت در ویدیو، یک نقطه مرده است. این یعنی چی؟ یعنی اگه یه عکس یا اسکرین شات رو توی ویدیوتون میارید، به هیچ وجه نباید اون رو ثابت ول کنید. یه تصویر ثابت توی یه مدیوم متحرک مثل سمل برای توجه بیننده است. ابزار ما برای این کار چیزیه به اسم کی فریم. اصلاً از اسمش نترسید، مفهومش فوق‌العاده ساده است. کی فریم در واقع یه نشانگره. شما یه نشانگر اول کلیپ میذارید و یه نشانگر آخرش. بعد به نرم افزار میگید از نشانگر اول تا نشانگر دوم مثلا اندازه این عکس رو از 100% بکن 110%. همین، نرم افزار خودش بقیه کار رو انجام میده. به این تکنیک معروف به افکت کنبرنز هم میگن و انجامش توی 3 مرحله ساده است. مرحله اول کلیپ عکستون یک کی فریم میذارید و میگید اندازه مثلا 100%. مرحله دوم میرید آخر کلیپ و یک کی فریم دیگه میذارید و اندازه رو میکنید مثلا 110%. مرحله سوم تمام. نتیجه این میشه که تصویر شما یه زوم خیلی آهسته و نرم و جذاب پیدا میکنه و دیگه یه نقطه مرده نیست. و در نهایت میرسیم به قانون طلایی. این یه اصل کلیه که همه این تکنیک هایی که گفتیم رو به هم وصل میکنه. این فلسفه راهنمای شما در تدوین. یه جمله معروف هست که میگه سادگی نهایت پیچیدگی است. این باید شعار شما باشه. بهترین تدوین حرفه‌ای تدوینیه که اصلاً به چشم نمیاد. افکت ها اونقدر ظریف و بجا استفاده میشن که شما حسشون میکنید ولی نمیبینیدشون. هدفشون اینی که دیدن ویدیو رو روونتر کنن، نه اینکه خودشون رو به رخ بکشن. پس هدف نهایی اینه. ما باید تمرکز بیننده رو هدایت کنیم، نه اینکه حواسش رو پرت کنیم. همیشه قبل از اضافه کردن هر افکت، هر متن، هر ترانزیشنی از خودتون بپرسید: آیا این کار به بهتر گفتن داستان من کمک میکنه یا فقط یه چیز اضافه و حواس پرت کنه؟ اگه دومی بود، بی‌رحمانه حذفش کنید. پس حالا ازتون میخوام برین سراغ پروژه بعدیتون و از خودتون این سوال رو بپرسید: چه افکت ساده‌ای، چه حرکت کوچیکی، چه متن تأکیدی میتونم استفاده کنم که داستانم رو بهتر و جذابتر تعریف کنم؟ جواب این سوال کلید تبدیل یه ویدیوی خشک به یه کار حرفه‌ای و پویاست.